او معجزه میشه ما صاحب تاجیکستان میشه. برای چی؟ برای اینکه ما تاجیکستان رو دوست می‌دارم. دولتی بهترین. اگر معجزه میشد من میتونستم پرزیدنت شوم. من میخواستم پرزیدنتی تاجیکستان شوم. برای چی؟ برای که وطنم است. من میخواستم سروری تاجیکستان شوم. برای چی؟ برای اونکه تمام نعمت‌های روی زمین تمام وای در همین تاجیکستان وجود دارد. گرمانیا میشه. برای چی گرمانیا؟ خیلی همیشه. برای تاریخی گفتگیه که او خلق ما اوریایی بودن که اوریایی کنه. سوال تو عجایب. کدام کشور رو انتخاب میکرده؟ تاجیکستان برای چی؟ برای زیباییش. دیگر کشورها زیبا نیستن؟ وطن خودمون زیبا. اگر من یگون معجزه میشد سرور یگون دولت میشد من همون آلمان رو انتخاب میکردم. برای چی؟ برای من معقول است، پسند است. چی خوبی دارد؟ چی چیز دارد؟ هر کنش دیگه در ذهنی من است. من میپسندم. برای من معجزه رو آشکار کردن امکان نداره دیگه. معجزه باشد. وقتی که معجزه رو فهمیدی معجزه‌اش نمیمونه دیگه. اگر معجزه میشد من سرور یگان دولت میشدم من حتما هندوستان رو انتخاب میکردم. برای چی؟ برای اینکه هندوستان یک دولتی افسانه‌ای است و برای ما معقول. من معجزه میشدم اگر سردار هیچ دولتم که نمیشدم همه وطنایی که در همه روی دنیا هستند تنج امان باشند صلاح باشد یا دیگر فهمی باشد تنجی باشد امانی باشد همین معجزه گویا که همین مرتبه بلند من سزاوار شدم از خرسندی دوستی. اگر باز مثلا میتونستید سرور کدام دولتی شوید کدام انتخاب میکردید؟ اگر من انتخاب کردن برای این مقامات‌های بلند او قدر ارزنده هم نباشیم یکی ما سخنام و ارزنده هم که بگذار که همه سرورهای دولتی روی جهان گویا که پلانتا در امان خداوند باشن و راهبراشو و بچکارشو اهل عائله‌شو با ما فهمند که همین مردی همچون مرد آزاد مردی بی‌غرض به همه تنجی و امانی و موفقیت به همین شخصا ارسال کرده باشند.